سلام و صد سلام، شب و روزتون زیبا. خیلی خوش اومدید، ممنون که تو این همه کاور و تامنیل رو عکس من کلیک کردید. سلام خدمت اون 437 تا سابسکرایبر و همه کسایی که جدید اومدن توی کانال. امروز دوباره توی دانشگاه شهید بهشتی هستیم به همراه علی عباس‌زاده. می‌خوایم از دانشجوها سوال بپرسیم که وقتی که وارد دانشگاه شدن اولین چیزی که تو ذوقشون زد چی بود تا بفهمیم در مورد دانشگاه چه چیزایی به ما دروغ گفتن. بریم ببینیم. بودو سلام عزیزم. ورودی چه سالی هست؟ چه سالی وارد دانشگاه شدی؟ 97. مهر 97. اولین چیزی که تو دانشگاه دیدی و تو ذوقت خورد چی بود؟ بچه‌ها اعتراض می‌کردن، همه اینجا تحسن کرده بودن، کل محیط پر بود از بچه‌ها. میگفتن بچه‌های خارجی رو راه ندیم و خب حرکت خوبی بود ولی خب ترسناک بود که بچه‌های خارجی قرار بیان. این خورد تو ذوقت؟ آره. ولی خب خدا رو شکر نشد. خیلی خوشحالم. ورودی چه سالی هستی؟ من 98. سال 98 اولین چیزی که تو دانشگاه دیدی و تو ذوقت خورد چی بود؟ خوابگاه. یعنی اون چیزی که فکر می‌کردی نبود؟ نه. چی فکر می‌کردی و چی بود؟ والا خیلی محیط جالبی نبود دیگه. اولش رفتیم یکمی اذیت کردن سر اتاق دادن و اینا. ولی کمی روندش فرق می‌کنه دیگه با محل زندگی دیگه. از جا افتادی الان؟ آره بهتره. مرسی. قربان شم. دیدی سخت نبود اصلا مصاحبه؟ چرا خیلی. استرس هم یه درد نداشت. سلام دکتر. سلام علیکم. چه سالی وارد دانشگاه شدین؟ 98. اولین چیزی که از دانشگاه دیدین و تو ذوقتون خورد، یعنی اون چیزی که شبیه اون چیزی که فکر می‌کردین نبود چی بود؟ اینا چیز کوین اف رپ. What؟ ناهار ورودی ها سبزی پلو با ماهی بود. دوست نداری؟ نه، انتظار بهتری داشتم. سلام. سلام. خوب هستین؟ همه المپیادیه یا؟ آره همون. خیلی انتظار خاصی نه. با انتظارات پایین اومده اصلا از همه اول. این خوبه، یعنی با انتظار پایین آدم بیاد چیزی هم تو ذوقش نمیخوره. آره. سلام. سلام. خوب هستی؟ قربان شما. شبیرستان کجا بودی؟ علوم ملی 3. اولین چیزی که دانشگاه دیدی و تو ذوقت خورد، یعنی شبیه اون چیزی نبود که فکر می‌کردی. درگیریایی که بعد سر بیمار پیدا کردن تو بخش پروتز کامل. تو خود پروتز کامل و پروتز کامل بعد میگی؟ بعد میری گل تو زمین حریف دو تا حساب میشه. جامون عوض کنیم الان. سلام خانم دکتر. سلام. خوبین؟ چه سالی وارد دانشگاه شدین؟ 98. ساختمون دانشگاه بود. بد بود یعنی. آره. شکاره؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ چه سالی وارد دانشگاه شدین؟ 95. تو ذوقت زد چی بود؟ دکتر مستری فراهانی. من اینا میذارم تو ویدیو. واقعا تو ذوقم زد دکتر مستری. استاد چی بود؟ آناتومی بود. ما تو هفته چیز رسیدیم، مقاومت بود، بسیج بود، دفاع مقدس بود، چی بود؟ اومدیم تو لابی سنگر چیده بودن، کیسه شن و اینا. من جا خوردم، دانشکده رو درست اومدم. دکور خیلی جنگی بود. دکور جنگی بود. جشن روپوش سفید ما خورده بود تو محرم، این شکلی شد که کلا مثلا روپوش مشکی با ترم 5 که شروع میشه، بچه‌ها برای اینکه وارد پری کلینیک بشن یه جشنی دارن که اولین بار روپوش سفیدشون رو میپوشن. سمون فرسودش. فکر می‌کردی مثلا میای منهتن ها؟ این شیک‌تر بشه. مرسی عزیزم. همو بگی. دکتر دلها. سلام علیکم. خوبی؟ دوباره مصاحبه. بله. حضور غیاب. فکر می‌کردی حضور غیاب نداره؟ نه میدونستم داره ولی خب اصلا دلپسند نیست. کلاسای عمومی خیلی زیاد بود. من حجم درس‌ها خیلی زیاد بود. فکر نمی‌کردم اینقدر درس مجبور باشیم بخونیم. اینجوری که میگن دانشگاه مثل قیفه برعکس بری توش راحته دیگه، از اون ور راحت میای بیرون نیست. واقعا نیست. دروغ من. زخم خوردن. دروغه. آقا کنکور بدی راحت نمیشی، بدبخت میشی. سلام آقای دکتر. من دارم یوتیوبر میشم. من بهت زنگ میزنم باشه؟ زنگ میزنه بهت. امروز هفتمه. 6 hours later. بعد از سالها داریم میبینیم این یوتیوبر شدن هم معضلاتی دارد. دوستاتو از دست میدی، کمتر میبینیش. دوستای بی‌معرفت‌تر میشن دیگه، اصلا تحویلت نمیگیرن. 85. مثلا پدر منی پس. اولین چیزی که دانشگاه دیدی و تو ذوقت زد؟ ما دانشگاه تهرانی‌ها فقط لذت بردیم. والا ما بهشتیان فقط لذت میبریم. والا زده تو ذوقتون. نه خیر، اصلا تو ذوق. قطعش کن. موقع ماشینا رو می آوردن تو محیط دانشگاه تهران. یعنی شلوغ می‌شده پاک. چند سال بعد نه اصلا کلا ورود به دانشگاه تهران رو با ماشینو ممنوع کردم. خیلی خوب شد. ادامه تماس تلفنی چه منتظرم. نمیدونم. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. چه سالی وارد دانشگاه شدین؟ سال 96. تو ذوقت زد چی بود؟
سوالی بالای دارک داریم ما اینجا. فقط فکر کردیم ما مثل هر کانالی تو یوتیوب هستیم. نه من تک یک نبوده ولی چیزی نبوده. نه خوب بود، همونجوری بود. محتواتون رو خراب کردم. نه اشکال محتوا رئال عزیزم. ببین گفته هر شب پارتی. نه گفته بودن که قبل علوم پایه میای اینجا خیلی کاری نمی‌کنید، اشغاله و درس بود. البته اینجوری هم بود. بعد علوم پایه هم گفتن که بخش میرید حال میده الان. چند حساب کرد؟ پارسا بیا. آره آفرین. راحت ادامه بده. مزاحمت شدم. خوبی دکتر؟ 96 قابل توضیح نیست. نه نمیتونم، حالا بعداً به خود میگم. ارتباطات؟ آره دیگه. سپاس تا تهش رفتیم. اولش که یه فضای سنگینی بود، من فکر می‌کردم خیلی فضای اوکی‌تر و مهربانانه‌تریه، ولی بعدش یه مقدار امیدوار شدم و دوباره بعد یه مدت به همون حالت اول برگشت فضا. واحدایی که داشتیم یه مقدار مرتبط‌تر باشه و دیدم همون چیزای دبیرستانی دوباره دارن ظاهراً تکرار میشه. وقت خوبیه برای پیشگیری. آقا تو چه سالی وارد دانشگاه شدین؟ 97. همون روزی که اومدیم اینجا اعتصاب بود در اعتراض به ورود غیرقانونی دانشجویان، همچین چیزی. خیلی خوشایند نبود منظرش برای کسی که تازه اومده. روز اول بود دیگه. ما از کنارشون آروم رد شدیم رفتیم سر کلاس. بیا بگیرش. سلام دکتر گلا. چیزی که دانشگاه دیدی و شدیداً تو ذوقت خورد چی بود؟ آب سرد کناش لیوان نداشت. سلام. خوب هستین؟ آب سرد کنان فقط بود یا چیز دیگه هم بود؟ یه مدت آب سرد کنان نی داشتن، اونا رو هم برداشتن. ولی آقا من چیزی به ذهنم نیومد. همیشه الحمدلله خوب بود. خیلی هم جای خوبی. هندونه میدادن. ساقات دانزان. همه چی میدادن. الحمدلله. بچه‌ها رو بدبین نکنید، خوب بود. وجود شما میشه بد باشه. سلام. روبرایی؟ عالی. والا ببینید اولش که اومدیم همه تو کار خودشون بوده. ما فکر می‌کردیم الان بیایم دانشکده خیلی جلب توجه میشیم و اینجور چیزا، ولی خب میگم اکثر ترما سرشون تو کار خودشون بود و اون که خوب بود. آره فکر می‌کردیم الان داریم توی یه محیطی میریم که به شدت الان مثلا به ما توجه میشه، ولی هم چیزی نبود. منظورت اینه که مثلا به عنوان یک ترم یکی رتبه برتر کنکور ازتون استقبال ویژه‌ای میکنن؟ نه خب دیگه آنچنان نه، ولی اولا یه فرش قرمز مثلا. خب بچه‌ها امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت برده باشین. اومدم وسطش پیام بازرگانی بدم که اگه این کانتنت رو دوست داشتین لطفاً سابسکرایب کنید. حتما مطمئن شین که صاحبتون نیاخته. 10 بار 100 بار گفتم که به خاطر اینکه آی پی از ایران یوتیوب صاحبا رو میریزونه. چک کنید سابسکرایب کرده باشید و اگر مهمون جدید هستین تو کانال خوشحال میشم اگر کانتنت رو دوست داشتید به بچه‌های دیگه هم معرفی کنید، لایک کنید و حتما کامنت انگلیسی بذارید. برو بریم بقیه‌اش. سلام آقای دکتر. استاد علوم پایه. استاد علوم پایه؟ انتظار داشتم که استاد خیلی واسم مهم بود توی مقطع علوم پایه که میشه ترم 1 تا ترم 4. خب اونطوری نبودن دیگه، اصلا جذاب نبود. اونم اومدم ترم 5 و ازم خیلی جذاب‌تر بود داستانش دیگه. یعنی وارد کلینیک و فضای دندونپزشکی. آره دیگه. این دکتر آشناتونه؟ سلام دکتر. دکتر ورودی چه سالی هستی؟ من داستان داره ورودی. نه داستان نگو، الان بگو یه عدد بگو. ببین من ورودی 96 ام ولی چون تغییرش دادم الان با 98 ام سر کردم. ولی واقعا با رفتار کارمنده آموزش حال نکردم. کلا برخوردشون خوب نیست. اسمم نمیخوام ببرم. مثلا خانم کامران نیازی به توضیح نداره. آره دیگه مرسی. کامل توجیه شد قضیه. داری می‌کنیم. داریم آمالگام پر می‌کنیم. خوش می‌گذره فانتوم یا نه پیر کلینیک؟ عالی. عالی. فضای تک‌بعدی تریه به نسبت دبیرستانی که داشتم، یعنی که جدی میگی؟ آره. دبیرستانت کجا بود؟ مفید قیطریه. کلا فوکوس خیلی رو درس بود، خیلی بعد مهمه بود واسهشون. چقدر عجیب، همین علی آقا رو می‌بینی تو باشگاه همش هستن اینجوری. ولی این خب خیلی اذیت می‌کرد برای منی که مثلا بعدای دیگه‌مو خیلی روش کار می‌کردم. چه بعدایی داری دکتر؟ یه ذره از ابعادت بگو. پیش دانشگاهی دسته یک نوجوانان هم فوتبال بازی کردم، بعدش باز دسته یک نوجوانان والیبال بازی کردم تیم فراز شمیران و بعدش هم که بدنسازی. خوبی؟ راه طولانی. نه دانشگاه راش. من چون از کرجم میام خیلی طولانی. بعد 3 سال عادت نکردی؟ بیشترش که مجازی بود، خیلی نه. خیلی آقا همتی بریم. همین که خواننده است میگفتی؟ چطوری دکتر؟ خوبم مرسی. با کلیپاش نفرستادی اصلا؟ دیگه هر ردیف یه خواننده و یه بدنساز و یه فوتبالیست و همه چی داره. تو ذوقت خورد و گفتی شبیه اون چیزی نبود که من فکر می‌کردم. مثلا بهمون نشون داده بودن. دلت پره؟ میخوام بندازنم بیرون اگه بخوام صحبت کنم. نظم ندارن دیگه کلا تو هیچ زمینه‌ای. مثلا برنامه‌ریزی کلاس‌ها ساده تر. نه به ظرف نزنم راجع به این نبودش، یه چیز دیگه می‌خواست بگم. دوربین ازلی گرفتم، کانالشو دزدیدم.
اوکی جونم. اسمت چیه؟ اسم طاها، بهمن 98. اینکه زیاد بود، می‌بینی تایم کلاس‌ها زیاد بود، مثلا همه میگفتن خیلی آسونه، خیلی حال میده، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. حجم درس‌ها و کلاس‌ها خیلی زیاد به شکل وحشتناکی زیاد بود. اینکه فرستادنمون خونه. کرونا منظور 2 سال. شما می‌خوای فیلم بگیری؟ نوپ. سلام، بهمن 98. خوابم کافی نیست. 4 ساعت خوابیدم. منم همینطور. آخ کلاس تموم شد؟ حضور غیاب کرد؟ بله. منو غیبت زدین؟ بله. مصاحبه می‌خوای بکنی هنوز به نظرت؟ ورودی چه سالی هستی؟ 98. چی توی ذوقت زد و مثل چیزی نبود که قبل از اینکه بیای دانشگاه بهت گفته بودن؟ یه ذره اینو اینورتر کن. نه تو بیا این. من 98 ساختمون ورودی دانشگاه. بس دیگه. بافت قدیمی ساختمون دانشگاه. والا دانشگاه که واقعا مزخرف حقیقتش. هیچی نمیتونی تو دانشگاه پیدا کنی. راضی نیستی؟ آره یه تعداد راه برام باز شده که اونا رو میرم جلو دیگه. خودت هم میشناسی من. کار آزاد بهتره بچه‌ها. خیلی چیزا فکر می‌کردیم تو کلاس 21 نفری خواهیم بود تا جایی که اومدیم که کلاس 3 برابر 56 نفر است. ما یک چیز فانتزی تو ذهنمون داریم از فضای دانشگاه و دانشکده که با اون فضای واقعی واقعا متفاوته. یعنی شهر مدینه فاضله که میگفتی نبود. تفاوت داره ولی واقعا برای کسی که بخواد رشد کنه باز هم فکر میکنم دانشگاه محیطی هست که میتونه یک فرد هر چقدر میخواد، چه از لحاظ علمی چه از لحاظ غیر علمی، تو هر زمینی دوست داشته باشه میتونه تو دانشگاه رشد بکنه. ترم 1 برنامه‌ریزی ناهماهنگشون، نظم ترتیب کلاس‌ها، استاد نداشتن و دیگه فضا که الان دانشکده داره خیلی زیاده. برای پارکینگ ماشینا فضا هستش ولی واسه کلاسامون متأسفانه تو هم دیگه هستیم. من ورودی 99 ام بهمن ما کفپوش دانشکده. خیلی موزاییک بی‌کیفیتیه.